بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، هموطنان محترم و شفتگان و علاقمندان پروردگار پاک و بینیاز، استعوذ بالله. انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا كنا منذرین. صدق الله العظیم. اینک ماه مبارک رمضان، ماهی اصلاح جسم و روح، ماه مهمانی خداوند، ماهی که در او رحمت بود و مغفرت بود دارد به پایان میرسد. پروردگاریم برای ما رحمت کرد که به این ماه مبارک ما را رسوند و توفیق داد که روزه آن را بگیریم و البته امید داریم که قلمی عفو و بخشش و مغفرتش بالای سهو و خطاهای ما دیگر گذشتگی هست و امید میکنیم که این دهه اخیر، دهه رهایی از آتش دوزخ را برای ما توفیق بیشتری بدهد که ما هرچی بیشتر قرب درگاه او را حاصل کنیم و از آتش دوزخ رهایی بیابیم. دوستان عزیز، میخواهم در این لحظه در 3 موضوع بپردازم. از الله پاک مسئلت دارم که برایم توفیق بدهد تا هر چیزی که در اینجا لازم هست همون را بیان کنم. اول این را گفتنیم که دهه اخیر رمضان فضیلت های خیلی زیاد دارد. پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دهه این ماه بزرگ را با بیدارخوابی، قیام، نماز و نیایش و دعا و عملهای صالح میگذراندند و برای امتانشون هم تأکید کردگی هستند تا از این دهه با ذکر و با طاعت و با عملهای صالح و با عملهای خوب کار بگیرند. زیرا در بین این روزها، در بین روزهای دهه اخیر شب هست که اون بهتر از 1000 ماه است. 1000 ماه این یک عمر انسان است. 1000 ماه 30,000 روز است و 30,000 روز هم زیاده از 82 قریب 83 سال هست که خیلی نادر است که یک انسان این عمر را به دست بیارد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که عمر امتهای من همو بین 60 و 70 اعمار امتی ما بین 60 و 70 و اقلهم من یجوز ذلك. عمر امتهای من همون بین 60 و 70 هستند و خیلی کمی از اونها هستند که از این میگذرند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. صدق الله العظیم. ما قرآن را، این دستور زندگی شما رو در شب قدر نازل کردیم. و چی میدونید تو ای محمد؟ چی هست شب قدر؟ شما چی میدونید؟ شب قدر بهتر از 1000 ماه است. شب قدر شبی است که تمام اعمال انسان ها اندازه کرده می شود، قدر کرده می شود. انسان مؤمن و مخلصی به پروردگارش در اون شب اجر و پاداش و مکافاتی بیشتر از 82 سال را به دست می آورد. این دیگر کمال مهربانی پروردگار نسبت بندش است. ولی این نهایت لطف و احسان و مهربانی آفریدگار نیست. آفریدگار و پروردگار ما و شما از اینها در لطف و احسان و مهربانی های زیاده دارد. استعوذ بالله. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. اگر شما شمارش نعمت های خدا را اگر بکنید نمیتوانید شماریده و بیشک پروردگار شما صاحبی بخشش و آمرزش و نهایت مهربان است. پس شب قدر فرصت مناسب است از طرف پروردگار بی‌نیاز که برای بندهش داده شده است، در اختیار او داده شده است تا از الطاف و احسان و مهربانی های خداوندش استفاده برد. عزیزان من، آیا ما یگان بار همین فکر کردیم که پس همین روزه چی است؟ حقیقت روزه داری؟ حالا بیایید به این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی اندیشه بکنیم، با دقت به او فکر بکنیم تا به حقیقت و ماهیت روزه و روزه‌داری بیشتر آگاه شویم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی میگه که کل عمل ابن آدم له، همه کار و کردار فرزندان آدم برای خود او هستند،
الا الصوم، مگر روزه، فانه لی و انا اجزی به، چون که روزه برای من است و من مکافات روزه را میدم. بیهقی در سنن خودش که از سفیان ابن عیینه خداوند رحمتشو کنه و از اونها راضی باشد، در رابطه به این حدیث آورده است که گفت قال هذا من اجود الاحادث و احکمها، این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از گواراترین گفته ها و محکمترین حدیث های اوست، احکام است. اذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى الا الصوم. وقتی روز قیامت میآید پروردگار محاسبه میکند بندش را، حسابات میگیرد و میدهد، پرداخت میکند به خاطر آن کمبودی ها، اون ظلم و اون تحقیر و ناروایی هایی را که نسبت یک برادر دیگرش انجام داده است، از عملهای خیرش به اونها پرداخت میکند تا اینکه بغیر از روزه داشتن دیگر چیزی باقی نمیموند. فیتحمل الله عز وجل ما یبقى علیه من المظالم. اینجا هست که خداوند دیگر باقی مانده، یعنی به عهده میگیرد باقی مانده دادن با اون تاوانهایی را که در گردنش هستند و یدخله بالصوم الجنه، و به سبب روزه داشتن و به روزه داشتن اون بندش داخل جنت میکنن. حالا ما فراموش نکنیم که به این مشهد و به چنین صحنه هر یک ما و شما، هر یک انسان روبرو میشود. ما دونسته و نادونسته از ما ظلم و ستم و تحقیر و چشم پرونی و مسخره کردن نسبت یکدیگر گذشتگی است. مخصوصا ما انسان هستیم، انسان هم پر از سهو و خطا است. احیانا این خیلی چیز است که ما خودمون حق دونستگیم در اونها، در چنین کارها، و ظلم هم صورت گرفتگی، ستم هم صورت گرفتگی هست. حالا در همون زمانی که خداوند به عهده میگیرد که پرداخت ما بقیه، یعنی آن چه باقی موندگی است از کردارهای ناروایی که در حق یک کس کردیم، اون را هم دادن کاری ساده نیست. در یک مجلس، در یک معرکه 10-15 نفر است. وقتی بالا یک کس هجوم میکنی، ظلمش میکنی، تحقیرش میکنی، یک نارواش میگوی، مسخرش میکنی و مردم با یک لذت، با یک شوق، با یک اشتها اون را گوش میکنن، بعد در بیرون میبروی از او معذرت میخواهی. اگر او عذری ترم قبول کند، اما او حالتی که او صحنه‌ای که او در او جنده مسخره شده بود، ظلم شده بود، تحقیر ناروایی دیده بود، او نیست. باید انا همونجا عذر خواهی صورت بگیرد تا اینکه همون گونه که مردم اشتها و لذت شنیدن مسخره و ظلم و ناروایی را دیده بودن، همون لذتی بخشش و عذر خواهی را هم احساس بکنن. پس اونجا هم مشکل است. اون کسانی که بالاشو ظلم شده است، تحقیر و ناروایی شده است، میگوین که نه، ما نمیخوایم، ما میخوایم که از خود همین کسانی که این اعمال را برای ما روا دیدن، از همونها ما بگیریم. تا اینکه پروردگار عالم ملائکه ها را میگوید که اکنون همون پرده، همون حجابی را که در بالای همون مکافات و پاداش و جزایی که من برای اینها آماده کردم بردارید. وقتی که اونها را میبینن از هیجان از خود میرمن. وقتی به یاد میان میگوین که پروردگاری ما را بگید که اکنون ما آن چیزی را که برای ما از مکافات و پاداش و جزا آماده کرده است همون را میخواهیم. این چیزایی که از این بنده ها هستن بگردونشون. اون چیزی که از یک بنده هست پاداش کجا و آنی را که خداوند قادر و توانا از بالای 7 طبقه زمین و آسمان برای یک نفر میدهد. ان همین را میگوین مژدگانه رمضان. ان همین همون شادیانه هست که روزداری، تنها روزداری روزدار را داخل جنت میکند. این همان معنا را میدهد که مگر روزه داشتن، زیرا او برای من است و من پاداش او را میدهم. یعنی کسی نمیتوند که اجری روزدار را از او بگیرد. این ذخیره به همتای تنها شخصی روزدار است. پروردگار ما از این گونه نعمت ها و پاداش ها خیلی زیاد دارد. در حدیث قدسی هم میگوید که اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر. من در جنت برای بندگان صالح خودم چیزهایی را آماده کردم که نه چشم اونها را دیده است و نه گوش وصف اونها را شنیده است. و در روایت دیگر میگه که ولا یعلمه ملک مقرب ولا نبی مرسل. حتی اونا نه ملائکه های مقربی درگاه هم و نه همون انبیایی که اونها را من فرستادم نمیدوننشون. پس عزیزانی من میدونید که روزه چی هست؟ چگونه عبادت است؟ روزه در واقع سپر است. روزه داشتن علاوه بر اینکه عبادت گناه سوز است، انسان را از گناه کردن هم باز می‌دارد. الصوم جنة. در حدیثی که ابن مسعود رضی الله تعالی عنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند، میگوید پیغمبرمان یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و احسن للفرج. ای جوان خلها، ای جوانان، هر که از شما توانایی برپا کردن عائله را دارد عائله برپا کند، ازدواج کند، زیرا که این حامی است برای نظر، برای چشم دوزی، برای چشم پردازی و این محافظ نگه دارنده است برای شرمگاه، پیشگیرنده است از زنا. و من لم یستطع فعلیه بالصوم. و هر کی اگر تواناییش ندارد، خب انسانیت است دیگه، روزه بدارد. فانه له وجاء. زیرا که روزه داشتن برای او راه حل است. در قسمت دوم از صحبت هایم میخواهم بالای تأثیر روزه‌داری با برخی از بیماری ها از جمله وبای کرونا ویروس بپردازم. اما قبلش این را هم خاطر رسان کنم که حالا در این زمانی که ما و شما هستیم، حالا هم خیلی های به این باور یافت می شود که بگویند آیا در عصر 21 در آوان شیوه نوی زندگی در عالم تکنولوژی و الکترونیات جای برای روزه داشتن وجود دارد؟ این گونه گمان ها را حتی نسبت دین و اعتقاد، خدا نگه بدارد، نسبت خدا میکنند. میگویند آیا برای توسل به خدا و چنگ زدن به شریعت در یک حالت، در چنین شرایطی که بشریت به همه چیز دستیاب شده است و بر همه مشکلات چیره شده است، ضرورت دارد؟ این نظری همان کسی می باشد که خود به این شیوه زندگی در عالم تکنولوژی و الکترونی نه تنها دسترسی ندارد، بلکه در این قفاماندگی خودش دینداری را و شریعت را مقصر می حسابد. این فکری کسی است که روزه‌داری یا زیاد شدن مسجدها و نمازگزاران را مانع دستیابی به ثمره های کار و مانع پیشرفت اقتصادیات می داند. ولی باز شرم نداشته وقتی در یک چنین مشکلاتی می افتد، با ذکر نام و توسل به خدا و استفاده از شریعت و ناموس مسلمانی به تاجران و صاحبکاران خیراندیش و جوانمردان به غیرت و سخاوت پیشه دستی طمع دراز میکند و از اونها یاری و کمک میخواهد. دوستان عزیز، در رابطه با بیماران ما هممون میدونیم که پروردگار ما و شما خودش این رخصت را برای اونها داده است. برای اونها گفته است که روزه ندارن و روزه رو بعد شفا یافتن در روزهای بعد بگیرن. ولی کسل و بیماری های هم وجود دارد که با روزه داشتن تبابت میشوند. امروز ثابت شدگی هست که روزه داشتن بسیاری از مشکلات پیشگیری های درمان های صحی را حل میکند. روزه داشتن برای درمان بیماری های التهابی و اسپلینی، بیماری های مزمنی، خرونیچسکی بلزنی، مانند بیماری های قند، فشار بلند خون درمان است، شفا است. خانم دکتر سایا پیترسون در مطلبی که در مجله طبی نوی انگلیسی نیو انگلند جورنال آف مدیسین چاپ شده از روزه‌داری فاصلوی میگوید این نوع روزه‌داری منع شدن است در روز از خوردن و نوشیدن به مدت 10
تا 14 ساعت. رعایت با ترتیب این روش توانایی درمانی خودش برای بیماری هایی که در بالا ذکر کردیم به صورت بسیار نادر و فوق‌العاده نشان دادگی هست. در این زمانی که ما و شما زندگی میکنیم، رسانه های جهانی دنبال روزه و روزه‌داری هستند. پی در پی از اون میگویند. دانشگاه ها، انستیتوت ها، یونیورسیتی در ایالات متحده امریکا به روزه پرداخته و حقیقتی را کشف نموده است که انسان و حیوانات فرق ندارند. وقتی بیمار میشوند طعم و مزه طعام و غذا را طبیعی گم میکنند. این یک عکس العمل طبیعی است برای بیمار. برای جسم اشتها میپرد. همزمان این اشاره به آن میکند که بیمار از خوردن دوری کند. یعنی جسم، ارگانیسم میخواهد روزه بگیرد. ارگانیسم حیوان میخواهد نخورد. روزه داشتن بیماری های پیوند درد، ارتریت اگر درست ترجمهش کرده باشم، و نفس تنگی و شش ها را هم درمان است. بیماری روانی، روانشناس پروفسور مارک ماتسون، رئیس فعلی قسم آزمایشگاه بیماری های عصب از دانشگاه جانز هاپینگز کشف کرده است که از اون جایی که روزه‌داری زهرهای تکشین شده جهاز هاضمه را میریزانند از بین میبرند، نوع پیشگیری بیماری رگ است. او معتقد است که روزه‌داری واسطه یک فیلتر صافکاری و اصلاح جگر و پاکسازی معده بده دماغ و کارکرد حجیره‌های عصب را قوی می‌سازد. خلاصه پروفسور همین است که روزه‌داری عامل نوسازی و راه تقویت حجیره‌ها و کار دستگاه‌های محافظتی اعصاب است. حالا که جهان درمانده کرونا ویروس است، آیا روزه میتواند به گرفتاران ویروس کرونا تأثیر برساند؟ اگر آره، پس چگونه است؟ و اگر نه، باز هم چگونه؟ پروفسور یوهان گسک، متخصص بیماری های سرایتی اپیدمیولوژی، عضو هیئت پیگیری و مسئول قسم پیگیری رشد و نمو ویروس کرونا همین کووید 19 در انستیتوت کرونس شوئدیا میگوید کسانی که گرفتار بیماری های مزمنی، همون خرونیچیسکی بلزنی، بیماری قند، فشار بلند خون نیستند، هیچ دلیلی علمی وجود ندارد که خشکی دهان خطر گرفتاری به کرونا ویروس را بیافزاید. پروفسور اعتقاد دارد که شکی نیست که روزه‌داری خطر گرفتاری به ویروس کرونا را کم میکند. رطوبت اینکوباسیون پرده لعابی ویروس کرونا را تامین می‌کند و هنگام روزه خطر سرایت یابی و عفونتی آن کم می‌شود. زیرا روزه‌داری دستگاه دفاعی بدن را تقویت میکند. این را با یک جاذبیت میگوید پروفسور. در عین حال پروفسور روزه‌داران را نصیحت میکند، مصلحت میدهد که روزانه مزمزه دهن را با آب گرم چند مراتب داشته باشند. همان گونه که کمیته بهداشت صحی جهانی به خاطر حفاظت از گرفتاری به ویروس کرونا توصیه میدهد به شستن اندام‌های ظاهری، امثال دست‌ها، روی، دهن و بینی، که در شریعت ما هم در اسلام این همون طهارت است و پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در روز چند مراتب به یک مسلمان فرموده تا برای نظافت، برای نماز طهارت کنند. این عمل را انجام بدهد. دوستان عزیز، قرآن کریم، این کتاب ما و شما با طیب ترقی یافته هر قدری که پیشروی کرده باشد موافق است. در نسبت به بیمار این اجازه را به او داده است تا روزه ندارد
و کدام از شما بیمار یا در سفر هست، پس روزه را در روزهای دیگر بگیرد. پروردگار برای شما آسانی خواسته است، نه مشکلی. ولی مسلمان سالم را امر کرده است روزه بدارد. پس شخصی سالم را لازم است روزه بگیرد تا حد اقل از همین فایده های صحی ان همین امر و فرمان الهی بهره ور شود. حالا در خاتمه میخواهم تذکر بدیم و خاطررسان میکنم که این تذکر را عمل برای خودم میدهم. دوستان عزیز، پوشیده نیست که هیچ کار خداوند در دنیا به حکمت نیست. حالا منظور من این نیست که درست شده است که کرونا ویروس اومده است. ما همیشه دعا میکنیم که پروردگار این وبای کرونا را از سراسر عالم دور کند و هموطنان ما را هم از شر او نگهبان باشد. من فکر میکنم کرونا ویروس هر چیزی باشد مخلوق خدا است. حالا عامل پیدایش او هر چیزی باشد معلوم نیست. مردم دنیا در برابر پیدایش او نظرهای گوناگون دارند. اگر بگوییم صدها میلیون ها نظر وجود دارد مبالغه نیست، ولی میلیاردها، بلکه ما و تمام ساکنان روی زمین اختلاف نظر باوری داریم که کرونا ویروس هست. باوری داریم آن وبای مهلک، سرایت کننده و خطرناک است. بنابراین هر کسی برای پیشگیری از آن بگوید قبول میکنیم و انجام میدهیم. ماسک میزنیم، دست پوشک در دست هامو میکشیم، شستشوی دست ها، رو و دهان و بینی، شستشوی بدن را تکرار به تکرار انجام میدهیم. واکسین های پیشگیری کننده برای سرایت عفونت او استفاده میبریم. تمام گرد اطرافمون پیاز و سیر گرفتگی است. بوی دود اسپند گرفتگی از خونه و درمون. هر لحظه میگذاریم، میگیریم، باز تازه میکنیم، باز واکسین میزنیم. توی، جشن، معرکه ها، مسجد، نماز جماعت، تراویح، اینها را رها کردگی مسلمان ها. افطار، در این ماه طعام دادن یک روزه‌دار که اجر و پاداش فراوان دارد معطل کردگی مسلمان ها. سلام دست به دست، آغوش پدر و مادرامونه، برادرهامونه، دیگر رفیقامونه، دوستامونه با احتیاط میکنیم. با کسلیامو با احتیاط رفتار میکنیم. فوتیدگیامونه با خوف و خطر گورچو کرده ایستاده ایم. این خوب است، زیرا ما مأموریم از سلامتی خودمون، عائله‌مون، بیعه، اطرافیامون مراقبت داشته باشیم. وظیفه دار هم هستیم که جامعه خودمون سالم نگه بداریم. شریعت اسلام هیچ مخالفت نداره، بلکه این کارها را ترغیب میکند برای سلامتی مردم، برای سلامتی جامعه. اما همین کرونا ویروس میتواند یک عبرتی باشد، یک درسی باشد. حالا نمیشود که ما ایمان به خدای خودمون با ایمان به کرونا ویروس، با باوری که با کرونا ویروس است قیاس کنیم. آیا نمیشود در ایمان خود به قادری و بی‌نیاز بودن الله رب العزت تجدید بیاریم؟ به خود بیاندیشیم که از پروردگار عزیز و جبار بسیارتر میترسیم یا از همین کرونا ویروس؟ و یا ما به همون خدایی که رحمان و رحیم و کریم و لطیف است بسیارتر امید داریم و امیدوار هستیم، یا امید به همین تدبیرهایی که برای گرفتاری به کرونا ویروس کرده ایستادیم و میگیریم به اونها؟ ما از بسته شدن خانه خدا، از منع اعلان کردن حج فرضی برای هر مقصد حجت میکنیم، فتوا میتیم و اجازه. ولی چرا این اندیشه را نداشته باشیم که آن پروردگاری که بی نیاز است شاید هم خودی او در خانه‌اش برای ما بسته باشد. خدا نکند که ما را به دیدار کعبه و طواف خانه‌اش و سنگ زدن شیطان هامو لایق ندیده باشد. به طواف کعبه رفتم، به درون رحم ندادن که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی؟ خداوند هرگز این خیل نباشد که
در حج، در عرفات، در طواف و در سعی خود ما حاجی حقیقی نمو یک زجیج، یک هیاهوی کننده و غوغاگر باشیم. وقتی اون نرسید است که چشمی بصیرت، سمع و گوشهای دل خودمون باز کنیم و ببینیم، اندیشه کنیم که همان خدایی که در همه جا هست، مسجدی او شد همه روی زمین، در این مسجد هاشه، در این خونه هاشه هم در همین روی زمین بر روی ما نبسته باشد. با عزیزان من، هیچ به این که تا بکی این وضع دوام میافته باشد اندیشه کردگی هستیم و هیچ فکر کردگی هستیم که این کرونا ویروس با همین شکل ادامه پیدا کند به سر آدم و عالم چی می آید؟ کشور ما به چی بلای گرفتار می شود؟ من مطمئنم قدرت نماها و تمام منی گویان دنیا توانمندی خودشون در پیش قدرتی بیچون و چرای خداوند درک کردگیان، به سوی او رو آوردن، توجه به او کرده ایستادن و به عاقبت این بیماری اندیشه دارند. ما نیز مادام حیات وجود دارد در دنیا هستیم، بر بالای زمین حرکت میکنیم، قیامت نشده است. مطمئن باشیم که پروردگار این امکانیت را از ما نگرفته است. در دعا و راه های علاج همه مشکلاتی به وجود می اومدگی باز است. پس دهی رهایی از آتش دوزخ، شبهای قدر فرصتی مناسبند برای دعا و طلب کردن از پروردگار قادر و توانا. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بار الهی دل ما را به دین خودت ثابت و استوار بدار. این دعای پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دعا را در شبهای قدر بسیار میکرد. حالا هم ما دعا میکنیم پروردگار این وبا را از سراسر دنیا و شر این ویروس را از کشور ما، از هموطنان ما دور بگردان. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام و من سیء الاسقام. بار الها از پیسی و دیوانگی و از جذام و از بدی تمام بیماری ها به تو پناه میبریم. فرصتی مناسب است که این عید سعید فطر را پیشا پیش برای همه عزیزان، برای همه شما تبریک و مبارک باد بگویم و ما توفیقی الا بالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.